مسلمان امروزه را تن پرست برای یک کسلیش یا بیماریش امروز صرف خرج میکنه. تاجیکستان قطعی قناعت نمیکنه، روسیه میروه یا گرمان میروه، اینجا قطعی قناعت نمیکنه، اسرائیل پیش جهوتا میروه، صرف خرج دنیا میکنه که صحت شوه، کسلیم صحت شوه و نم برم. ببین اما برای ایمانش قدر صرف خرج نمیکنه، برای ایمانش برای اسلامش قدر داوداو نمیکنه، برای ایمان و اسلامش حتی میگوی در بامداد و در خفتن برای چی در جماعت نیست؟ میگه کار دارم در همین نماز بامداد در ساعت همین 4 اینا 4 و 10 دقیقه کارخانه کار میکنم. خدا که هدایتت نکنه این طریقه ساعتی 4 و 15 دقیقه کجا کار میکنه؟ میگه کار دارم نمیرسم، یا در خفتن میگه نمیرسم. اما برای تن پرستی سلامتیش مردش هم میبینه نمیدونی او رو چرخ میزنه فر میگرده. برای دمگیری و سالم کردن بدنش استراحتگاه میره، صرف خرج میلیون ها میکنه در همونجا که تنم صحت شوه و جوان شوه نم برم. ببین اما صحابای رسول الله چگونه بودن؟ صحابای پیامبر چگونه بودن؟ صحابه از دنیا گذشته شد در کدام غزوه؟ صحابه بیان میکنه که یک نفر شهید شد، میگه حتی لباس نیافتیم که کفنش کنیم، یک لطه بود میگه بالا میکشیدیمش پوچکش نمایان میشید، با پاش میکشیدیم سر نمایان میشید. میگن نصف شب همون لباسش میگه پشاندیم، نصف ایزخیر علف قطع پشاندیم گروش کردیم. ببین